Production. وای زنک مردم ده یگان گپی ملایم یگان گپی شیرین گفتن در کاراخی چی خیلی ملایم؟ آخی چخیل مطور یاد بتون مثلا گوش کن مرا همین میری پیش زنک بگی که ای جان تو میدونی که من اگر 2 دیل 3 دیل میداشتم هر سش برای تو میزد وو ما گفتی تو معقول میشه ما چند کسا گفتگی این میگه ما گفتم هم معقول شد که دیدی چخیل دوستم داشتم خیلی گوش کن اگر باور نکنی کو خیلی رفته برای یگان که از بسنج کی باشه چی میگی؟ اوه جیگر اینه صدقه کورچه از یادم بر اومد گرگالی تو را گفته استایی کسی باشه چی خیلی مرا گفتی یک یگم رفیقی نزدیک کنده باشه ها؟ ای مرا گفتی استای الو ای جون چی برای قبه مرشدی یا برزنگ نمیزنی؟ اوخی کورون بسیار شدگی های برای چی آوازات دیگه های تو جهانگیر نستی؟ گیت؟ ما وای نامی ما گرگالی همو جوره جهانگیرین که دوی مویا جامعه به قسم پشه هوای؟ او ما همو وای خودش کنی وای حالی کمتر کار داره اگر یگان گپی گفتن داشته باشین ما دا بگین ما میگم شه اینه من کتی تو عموما گپ نمیزنم اگر تو را ای پیش بینم دیلم به حضور میشود چی؟ خیلی دوای مایلا تام خای مانی تلفن تا بگی گفتگو جهانگیر جون اومد بگو وو این جیگره که من حول امایدش نبرو مرده فقط راست بگو چی گفت هیچی نه احوال پرسی کرده بعد با یک کمتر گپی بجا گفت مرا چی میگفته او هیچی همین فقط گفت هر وقتی تو را بینا دیلش بجا میشه آخه گفت او باید مرا میگفت کی من برای تو جان نمیتون حالی به من 10 منو دیرم و 4 اینده بمانو من ده اول همقلی دخترها بیره معقول نبود به من 4 اینده پرتون دف چون که بگی در 4 نی پرتو شما اینا جان زبی 4 نیداری تمام اینا اگر یکی مرا پرسن نستای بگو در حقی تو کی خالی گپا را بگن گم شون که نبینیم خطا شما گفتی ها بابای چیکار کرده استی؟ همین زمین ملایم کنم ما می خود در یک گپ داشتم نمیدونم بگم یا نگم چی گپ داشته همون رفیقت آمده همش را گفت من شما را نقص فهمیدم او نه ما یک گپی اللهی در داشتم خود در بابا چی؟ خیلی گپی الهی ده کنی گپ زن اوخی وای کنی چخه بگو ما گپ زن چخیل گپی الهی ده وای بابای تو میدونی ما اگر 3 دیل می داشتم کو همو هر 3 شکو فقط برای خودت او مایل اخی من گفتم که اخی من یک گپ دارم تمام حال جهانگیر یه صدقه آدم گریش تو مرا نادرست فهمیدی بابای جهان چی گپ شدی؟ باید بیننه میگوید که اگر من 3 دیل میداشتم هر 3 دیلم را فدای تو میکردم میگوید نخواد همین گپ را در روی من گویی من به شما چند بار گفتم که به من گپی زیادتی نگویی من مانند شما نیستم فهمو گرگالی اخی من دخترها را در نظر داشتم اخی تو نخواد بیایی یه مسافیدی کلان دم خیلی بگی بچیاشه سلام علیکم سلام علیکم مخلصی عزیز دست اول هم شما را سلام میگیم و نگفتن که از سوالهای پیدایپر شما تصمیم گرفتیم فرهاد جان و علیشیر جان و سوالهای شما پاسخ دیم و دست اول تشکر زیاد میکنم به هر یکی شما که در کانال تاجیک موزیک در آمده ما را تماشا میکنید سلامت باشید ما با شما شما هم با ما باشید فیلم یکمی که نامون شما درست قبول کردید با شما منت داریم تشکر زیاد
که این روی سبشنیایی که می نویسین شما در تاریخ کمی تریایی میکنین همو را خوندم و به خلاصه آمدیم که دوام تیم همین که نورا خواستن و شخصا برای شما مخلصم و هم اکنون دوام فیلم مهمون نخونده که نومش شوهر در جورا موندیم برای چی؟ برای که فیلم مهمون نخونده را خجور یک دو سه و آخر کرد اونا میتونیم با ایران مهمون نخونده دو کنیم و امکان مهمون نخونده یعنی شوهر در جورا این دوام همون فیلم در کانال تاجیک میوزیک نه دوست مرود یا انیشر مدیا خاصتا ایدان انیق جمعی تاجیک میوزیک دا خدا خواسته باشه تماشا میکنید یا در روز شو دا تماشا میکنید خدا خواسته باشه پادپیساس کنید انتظار شوید با خداوند خواسته باشد چقدر که شما اگر درست قبول کنید و شما که معقول شود خداوند قوت ممتیاد انشاءالله با فیلم های از این بهتر با فیلم های میکنید که فقط طبع شما را خوش داده شما خرسند شوید شما با ما باشید البته ما هنرمندا با شما البته ولی ما چی میگم در آینده پیشروی زیاد بر زیاد است البته برای شما کوشش میکنیم که زمانوی و با طلبات دنیا جوابگو فیلم ها بیافرینیم برای شما البته نام تاجیکستانمون را در عرصه بین المللی به بالا برونیم و البته در کانال تاجیک موزیک ابونه شوید فیلم های نوی ما را تماشا کنید و گفتم امونت که این حال ما در اینجا شرطنامه بستیم با همین کانال تاجیک میوزیک در روز شو و غیر از تاج میدیا التماس یکون کانال دیگه نپرتویانه ولی پرتوفتن با زورا که همین را روی کنه دیگه کنه هم خیلی چیزا در کار نیست هم چیزی هست نه روی شرطنامه ما همین کانال تاج موزیک اتوماتیک خودش میکپاده برام کانال پرتویم پس میگم برام کانال پرتویم عزیز جانی گارم مرا تو از کنارم مکن ستم به جانم خزان مکن بهارم جفا مکن عزیزم دوستان عزیز در اینجا حقوق مؤلف کرده شده است پیشکی آگاه میکنیم که التماس در کانال‌های خود نپرتویم که به طرز اتوماتیک شما را محکم میکنند اگر مشابهی را کرده ممکن که در کانال خود نپرتویم تا هم میتواند تاجیک موزیک در شو و ترجمه دیگه در شرطنامه ما همین سه کانال هست همین کانال ها میتونید تماشا کنید خدا هم بخش ما